توی این آموزش تو 5 مرحله بهت یاد میدم که چطوری یه دونه انیمیشن کوتاه درست بکنی که هم صدای فارسی داشته باشه، هم متحرک سازی شده باشه و ریالیستیک باشه، هم زیرنویس فارسی داشته باشه و همین که رایگان باشه. مهمترین گزینش رایگان بودنشه که دیگه نیازی به پرداخت هزینه برای گوینده یا انیمیشن ساز یا متحرک ساز نداری. بریم آموزش رو با من همراه باش. اینجا یوتیوب آکادمیه، جایی که تو میتونی تولید محتوا برای یوتیوب، اینستاگرام و تیک تاک رو یاد بگیری. همچنین بهت یاد میدم که چطوری کانال یوتیوب خودت راه اندازی بکنی، سئو بکنی، براش موضوع پیدا بکنی و در نهایت با تولید محتوا با تکیه بر هوش مصنوعی بتونی اونو مانیتایز بکنی. پس کانال رو همین الان سابسکرایب کن، زنگوله رو هم بزن تا آموزش ها رو از دست ندی. در اولین مرحله میریم سراغ چت جی پی تی تا ازش یک سناریو در مورد موضوعی که میخوایم بگیریم. من حکایت مولانا نصرالدین رو انتخاب کردم. من اینجا براش مینویسم که برای من یک حکایت از مولانا نصرالدین بنویس، البته به زبان انگلیسی، که برای تمام سنین مناسب باشه. حالا چرا انگلیسی؟ به خاطر اینکه اگر شما بخواید انیمیشن تولید بکنید و اون انیمیشن عکسای با کیفیتی داشته باشه و با واقعیت نزدیک باشه، ترجیحاً باید پرامپت سناریوتون انگلیسی باشه. بعداً صدای راوی رو میتونید فارسی جایگزین بکنید که اونم بهتون یاد میدم. همونطور که میبینیم اینجا سناریو رو بهمون میده. ما سناریو رو اینجا کپی میکنیم بچه‌ها. میریم توی اولین هوش مصنوعی به نام LTX. من آدرس تمام هوش مصنوعی که استفاده میکنم و تو دیسکریپشن براتون مینویسم، اما روش استفادهش رو باید توی آموزش حتما ببینید چون یه سری نکات و قنقهای خاص داره که مطمئنا به دردتون. روی نیو پروژکت میزنم بچه‌ها و اینجا 2 تا قسمت داره. یه قسمت اینجاست که خودش با هوش مصنوعی میتونه براتون تولید بکنه. توی قسمت بعدی که ما بهش نیاز داریم اسکریپتمون رو مینویسیم. اینجا پیست میکنیم و نکست رو میزنیم. یکی از نکاتی که مهم ما رعایت بکنیم سبک ساخت انیمیشنمونه. میخوایم کارتونی باشه، 3D باشه، یا میخوایم به واقعیت نزدیک باشه، میخوایم کامیک باشه یا هر موضوع دیگه ای. شما میتونید شکل کاراکترتون رو توی این قسمت انتخاب بکنید. من اینجا 3D کارتون رو میزنم که یه مقداری کارتونی تر باشه اون کاراکترهایی که به من میده. شما هر کدوم از این کاراکترها که خواستید میتونید دوباره سازی کنید. ببینید، یعنی اگر خوشتون نیومد میتونید روش بزنید که این تغییر بکنه و در نهایت روی نکست کلیک میکنیم تا بره برامون ویدیوها رو تولید بکنه. کاراکترامون رو اینجا برامون تولید کرده، همونجور که میبینید توی چند تا ردیف که میتونید هر کدوم از این عکس‌ها رو که خواستید انتخاب بکنید و متحرک سازی بکنید. بریم برای مرحله بعد که متحرک سازی همین عکساست. ببینید این عکسی که من انتخاب کردم درست شد. کافیه اینجا روی این گزینه آبی رنگ ژنرت موشن کلیک بکنید. اینو ببینید، اینجا روی اینکه کلیک بکنید خود این شروع میکنه به متحرک سازی همین عکس. ببینید، حالا من یه عکسی رو باش متحرک کردم. بریم ببینیم اینو. ببینید چه با کیفیت این کار رو انجام میده. یعنی اگر شما بخواید یه دونه انیمیشن با این هوش مصنوعی درست بکنید میتونید یه سناریوی عالی بنویسید و تمام بخش‌های اون انیمیشن رو متحرک سازی بکنید به صورت کاملا رایگان. توی مرحله 4 بچه‌ها من فایلایی رو که متحرک کردم رو همه رو دانلود میکنم و میبرمشون توی کپکات برای ادیت کردن. برای دانلود کردن فقط کافیه که روی این 3 نقطه بزنید و گزینه دانلود رو کلیک بکنید. بلافاصله براتون ببینید فایل دانلود میکنه و میذاره تو پوشه دانلودتون. توی کپکات تنها کاری که من میکنم اینه که تمام فایل‌های دانلود شده رو وارد کپکات میکنم. بعد میام صدای فارسی خودم رو، داستان اصلی رو که هوش مصنوعی بر من نوشته به فارسی رو میام با صدای خودم یا با صدای هوش مصنوعی فرق نمیکنه. اما یه نکته رو توجه کنید. اگر میخواید کانالتون مانیتایز بشه و به درآمد برسه و نسبت به اون زحمت که دارید میکشید پول دریافت بکنید از یوتیوب، سعی کنید صدای خودتون رو بذارید. مهم نیست که صداتون چجوریه، فقط صدای خودتون باشه. تمرین کنید تا بتونید حکایت یا داستان‌ها رو با یه لحن بهتری بگید. صداتون رو ضبط کنید، همراه با ویدیوهایی که دانلود کردید بیارید داخل کپکات. یه روز ملا میره یه روستایی، خرشو میبنده به گوشه دیوار یا میره دنبال کار خودش.
بعد یه مدتی برمیگرده ببینه ای داده قافل خرش نیست. حالا مولا شروع میکنه به این طرف اون طرف دویدن که خرش رو پیدا بکنه. و این نکته اینجاست که روستاییان دارن نگاش میکنن، میبینن ای بابا مولا به جای ناراحتی خیلی خوشحاله و ای خدا رو شکر میکنه و بالا پایین میپره. این ویدیویی بود که ما تولید کردیم، تقریبا حدود، حالا با آموزشی که من دادم، تقریبا حدود 10-15 دقیقه این ویدیو زمان بود که تولید بکنید. اگر شما تمرین کنید چندین بار این کار رو انجام بدید، میتونید خیلی سریعتر این ویدیوها رو تولید بکنید. برای زیرنویس فارسی کردنش هم کافیه شما ویدیوتون رو از کپکات یا هر برنامه دیگه که باش ویرایش میکنید خروجی بگیرید و ببرید توی نرم افزار دیسکریپشن و اونجا بلافاصله تنها با یک کلیک میتونید برنامه‌تون رو زیرنویس‌دار بکنید و تو کانالتون ازش استفاده بکنید. خب دوستان، امیدوارم که از این آموزشم خوشتون اومده باشه. تو ویدیوی بعدی قراره در مورد مقاله نویسی و پرامپت نویسی توی هوش مصنوعی صحبت بکنیم که خیلی مهمه. یعنی شما اگر بخوای یاد بگیرید که از هوش مصنوعی چطوری استفاده بکنی، بعد یاد بگیرید که چطوری پرامپتاتو بنویسی تا مطالب درستی رو از هوش مصنوعی دریافت بکنی. ویدیوی بعدی رو حتما از دست ندید، توی 1-2 روز دیگه حتما منتشر میشه و در خدمتتون هستیم. یادتون نره بچه‌ها ساب کنید، لایک بزنید، زنگوله رو بزنید تا به محض گذاشتن ویدیوی جدید رو ببینید.